حالا در ابتدای کار بازی اقدام میکنه، یه صد بغل اجرا میکنه، ثانیه اول مبارزه میدونید که حریف خودش خاک کنه، همچنان اینجا موفق میشه در خاک بشونه و اولین امتیاز رو در خاک میره برای فیتیلیپیچ. صدر فیتیلیپیچ به دست بیاره، همچنان به دنبال اجرای فن فیتیلیپیچ با سبک خاصی که ناموفقه. حالا داور وسط اینجا کشتی رو سرپا میکنه، حالا سعی میکنه باراندازه به دست بیاره، او باراندازه بسیار خوب اجرا میکنه، همچنان در سرچاپ سعی میکنه که پای حریف خود در توشک خارج کنه، تذکر میده داور به دو کشتیگیر و حالا رخت پا میکنه و در شرایط برای جلوگیری های خودش مهیا میکنه. باقی خاک میره برای فیتیلیپیچ، صدر فیتیلیپیچ به دست بیاره، همچنان به دنبال اجرای فن فیتیلیپیچ با سبک خاصی که ناموفقه. حالا داور وسط اینجا کشتی رو سرپا میکنه، دیگه سعی میکنه در مایه سرد بغل از طریق خودش امتیاز بگیره. خسته نباشی پهلوان، واقعا جانانه مبارزه کرد.